تو داری منو تهدید میکنی؟ نه، من تهدیدت نمی کنم. فقط دارم بهت میگم وقتی که بیام تو این امارت میخوام چی کارا بکنم. شرکتی صاف‌سودا داروهایی پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشاربلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، با مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسوله و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. بهتر حرفامو جدی بگیری. هرچی زودتر برای خودت یه خونه پیدا کن عزیزم. ببین چی دارم میگم. فکر میکنی توی یه مسیری افتادی که داری موفق میشی، اما قبل از اینکه تو بهش برسی من توش بودم جونم. اگه بخوای چشم بسته به قله بری پرت میشی پایین. حالا میبینی که درست مثل یه آدمی هستی که مسیر رو بلد نیست و فرمانو دادن دستش. منو نگاه کن. این اصلا شبیه جای سرخوردن نیست. چیزی شده حرف بزن منور. به نظر منم همینطوره پسرمو. به خدا دستت درد نکنه منور. آدم میخوره زمین اون وقت به کسی چیزی نمیگی دخترم. صبر کن بذار اینو بمالم رو صورتت. گرچه فکر نکنم الان دیگه خیلی اثر داشته باشه. نمیخوام مامان، گفتم چیز مهمی نیست. یعنی چی که مهم نیست منور؟ صورتتو نگاه کن، سیاه و کبود شده. ببینم تو خبر داشتی؟ راستش تقصیر من بود یوسف. یعنی چی؟ چرا تقصیر تو؟ دیروز منور میخواست یکم رانندگی کنه، اما یه دفعه یکم با سرعت رفت و یه حادثه پیش اومد. دخترم، آدم یه همچه چیزی رو پنهان میکنه؟ منور، چرا همون موقع که اومدی خونه به همون نگفتی دخترم؟ والا من ازش خواهش کردم که به شما حرفی نزنه. نمیخواستیم به خاطر یه موضوع کوچیک بی خودی شما رم نگران کنیم. مگه نه منور جان؟ به خدا دستت درد نکنه منور. اینطوری به برادرت قول داده بودی ها؟ مگه قول ندادی که آروم رانندگی کنی، مراقب خودت باشی؟ بس کن مادر، اون دیگه بزرگ شده. دیروز رام بود، امروز هارش شده، حالا انقدر پر رو شده که منو تهدید میکنه. میشکنی، ببین چطور میشکنم. خاله سلطان چی شده؟ چی شکست؟ از دستم افتاد. ای وای، دستت هم داره خون میاد. راستش خونه کوچیکیه، اما اگه یکم تغییرات بهش بدم خونه خیلی قشنگی میشه. یه حیاط هم داره،
گفتم اگه بشه فوراً میخرمش. الان گفتی که فوراً عروسی رو راه بندازیم، اما خونه که حاضر نیست چیکار میکنی؟ با معمار صحبت کردم، تا ما بخوایم مستقر بشیم حاضرش میکنم. خوبه پسرم، اما موضوع خونه چیه؟ ما با هم چه قراری گذاشته بودیم؟ مگه قرار نبود دخترمونو از ما جدا نکنیم؟ اگه مأموریتی چیزی پیش بیاد میتونین یه مدت از اینجا بریم، اما بقیه مواقع باید همینجا پیش ما بمونیم. درسته، اما باید یه خونه مستقلم داشته باشیم. مسئله اصلا مستقل بودن شما نیست پسرم. این عمارت یادگار پدر ماست. هم من هم بچه هام تو همین خونه بزرگ شدیم. درست نمیگم حسن خان؟ درسته داداش. از این پله هم که بپرسی بهت میگم. این بچه ها روزی چند بار از این پله ها بالا و پایین میرفتن. حالا هم نوبت نوه های ماست. تنها چیزی که میخوام اینه که نوه هام و بچه هام دورمون باشن. فقط همین. من شما رو درک میکنم قربان، اما من میخوام که یه خونه مستقلم داشته باشیم. حق با توی پسرم، کاملا حق با توی، اما به نظر من یه محبت غیر ضروریه. یعنی هر وقت خواستین بلنشین برین خونه خودتون و نوه هاتونم با خودتون ببرین. اوف. آش. خاله سلطانم حالش خوب نیست. تو عمارته اما فکرش پیش توه. لازم نیست انقدر نگران باشین، من خوبم. فردا صبحم که مرخص میشم. کجا موندی خواهر؟ مگه نگفتم زود بیا؟ اومدم دیگه توپراک. حوا کجا رفتی؟ هیچی نگفتی گذشتی رفتی؟ یه کاری برام پیش اومده بود رفتم اونو انجام دادم. خیلی خوب. من باید برم دستشویی. بذار کمکت کنم. بیا پسرم. ممنون رمزی خان. بلند شو. چطوری خواهر جون؟ خوبم، تو خوبی؟ به لطف تو خیلی خوشحالم توپراک. خیلی خوشحالم. انقدر چیزا هست که باید برات تعریف کنم. استانبول خیلی برامون خوب بود. خیلی چیزا در مورد یوسف فهمیدم. انقدر آدم خوبیه که تمام روز برای خوشحال کردن من هر کاری از دستش برمی‌آمد کرد. لباس عروسم برام خرید، باورت میشه؟ باید ببینیش. مثل رویا میمونه. بعدش کلی جا رفتیم، خیلی خوش گذشت، خیلی. انقدر خوب بود که اصلا دلم نمیخواست تموم بشه. اصلا. چرا؟ چون فوق‌العاده بود. نمیدونی چه هتل قشنگی رفتیم. واقعا رویا بود. نمیخواستم تموم شه. راستی یه سوال، میشه از اینجا که رفتیم بریم خونه خودمون یکم با هم حرف بزنیم ها؟ نمیشه. روزگار رو تنها گذاشتم و اومدم. بعداً حرف میزنیم. خب بس کن توپراک، دستت درد نکنه. من فقط یه بار عروسی میکنم. تازه روزگارم که تنها نمیمونه. اگه چیزی بشه بهت زنگ میزنن. آخه من به جز تو کیو دارم که براش اینا رو تعریف کنم؟ فقط 1-2 ساعت. خیلی خوب باشه. خواهر چطوره، درد میکنه؟ نه خوبم، ممنون. برو بگو توپراک بیاد پیش من. توپراک نیست. این وقت شب کجا رفته؟ والا نمیدونم. از حمیت خانم اجازه گرفت و رفت. خب حوا هم که برگشته حتما رفته اونو ببینه. لابد دلش برای خواهرش تنگ شده. خواهر از دستت هنوز داره خون میاد. زخمو بستیم اما بهتره بریم درمانگاه جایی نشونش بدیم. دختر فکر کردی با یه زخم کوچیک از پا در میام؟ زود باش، برو اون موبایل آورده بیار. پالتو و شال من بیار.
ببین رمزی، باید باهات حرف بزنم. تعجب نمی کنم. دوباره چی شده؟ این حرفا رو ول کن. بگو ببینم الان خونه ای؟ الان پیش پسر تو هم. چند دقیقه دیگه میرم. تو برو خونه، منم زود میام. باشه الان راه میافتم، تو هم زود بیا. وقتی اتوبوس بچه ها رفت داشتم به اتوبوس ها نگاه می کردم. بعدش شنیدم که یکی گفت حوا. گفتم خدایا این صدای یوسفه. توپراک اگه بدونی چه حالی داشتم. اونجا برام همه چی تموم شده بود. همه چی. فکر می کردم دیگه هرگز نمی بینمش، اما اون داشت به صورتم نگاه می کرد. نمیدونی چقدر دلم میخواست اون صدای خودش باشه. توپراک درست مثل رویا بود. بعدش رفتیم یه پارک، نشستیم، در مورد همه چی با هم حرف زدیم. گفت که تو باهاش حرف زدی. نمیتونم بگم وقتی فهمیدم که تو همه چیزو براش گفتی چقدر خیالم راحت شد. گفت من و توپراک مثل خواهر و برادریم و هیچ چیزی بین ما نیست. خواهر، نمیدونی این موضوع چقدر برای من سخت بود. مثل آتیش داشت منو میسوزوند. فکرشو بکن، من و تو هر دو عاشق یه آدم شده باشیم. زندگیم درست مثل جهنم شده بود. دیگه گذشت و تموم شد. چرا باید بازم در مورد این چیزا حرف بزنیم؟ چیزی که الان مهمه خوشحالی تو و یوسف خانه. حق با توه. برای همین من خیلی بهت مدیونم. اگه تو باهاش حرف نمی زدی و همه چیو براش توضیح نمی دادی، اون وقت ما الان بیدلیل برای همیشه از هم جدا بودیم. برای همین من این خوشبختی و مدیون تو هم. قول میدم یه روزی اینو جبران کنم خواهر جون. من که کار خاصی انجام ندادم. تازه تو که از من جدا نیستی. چیزی که مهمه خوشحالی توه. وقتی تو خوشحالی منم خوشحالم. اگه ناراحت باشی منم ناراحتم. بده من. بازم بیا اینجا اویگار. باشه یوسف. شب بخیر منور. من فردا بهت زنگ میزنم. شب بخیر. شب بخیر یوسف. شب بخیر. منم تا بیرون باهات میام. میخواستم ببینم اوضاع ماشینت چطوره. نه لازم نیست. راستش فقط گلگیرش خورده بود. من دادم درستش کردن. ممنونم داداش. چرا این کارو کردی؟ درستش میکردم. شبت خوش. ممنونم. شب خوش. خوش اومدی. قبلا هر اتفاقی رو به من میگفتی. حالا همه چیزو به نامزدت میگیاره؟ حتما جای منو گرفته دیگه. نه، بازم میام پیشت، ولی تو استانبول بودی. ببخشید خواهر جون، مجبور شدم بی خبر برم. بیا بریم تو. یعنی فانوس کجاست؟ اونهاش همون جای همیشگی.
جعبمون کو؟ ایناش فاطمه هم اینجاست. آخرین باری که با هم اومدیم اینجا کی بود؟ وقتی که بهت گفتم بار دارم. زندگی خیلی عجیبه توپراک. تا همین چند وقت پیش هیچی تو زندگیم نبود. نه ذوقی، نه شوری، نه امیدی، نه عشقی. اما الان انگار رو پاهام راه نمیرم. انگار همه ی دنیا مال منه. تو لایق بیشتر از اینا هستی عزیزم. من از خونه‌ای که اویگار نشونم داده راضیم. درسته یکم کوچیک اما واسه شما دوتا کافیه. البته وقتی از این عمارت بری هر خونه‌ای به نظرت کوچیک میاد. فقط این که داداشم اجازه نمیده اونا برن یه خونه دیگه زندگی کنن. منم گفتم باشه. یعنی حقم داره عزیزم. مگه ما چند وقت دیگه میخوایم با بچه ها و نوه هامو خوش باشیم؟ مگه ما چقدر دیگه زنده ایم؟ این حرفو نزنین عمو جان، خدا نکنه. خودت که متوجه شدی این داماد قصد موندن اینجا رو نداره. والا خواهر جون این زندگی توه. هر جا که دوست داشته باشی میتونی زندگی کنی. هم میتونی اینجا بمونی، هم میتونی بری خونه شوهرت و یه زندگی مستقل رو شروع کنی. تو باید تصمیم بگیری. من با پدر و مادرمون صحبت میکنم. اگه لازم باشه راضیشون میکنم. خونش که به اینجا نزدیکه. تو هم میتونی هر روز بیای اینجا و به ما سر بزنی. منور، برو یه سری به مادرت بزن. انگار دوباره فشار خونش رفته بالا. باشه بابا. والا این زن حق داره هرس بخوره. انگار اصلا قبلا شرط نکرده بودیم که با توی همین خونه بمونن. این داماد امشب اعصاب منو خورد کرد. من که قبلا هم بهت گفته بودم داداش، این جوونا هر کاری که دلشون بخواد میکنن. این که تو ناراحت میشی و دلگیر میشی هیچ اهمیتی براشون نداره. پدر، چیزی که مهمه خوشبختی منوره. بذار کاری که دوست دارن رو انجام بدن. درست میگم عمو جان. هرچی باشه مرد دولته. ممکنه دلش نخواد توی خونه هانجی اغلوها بمونه. آخه برای چی پسرم؟ من فقط میخوام هممون کنار هم زیر سقف این خونه زندگی کنیم. تازه اون کیه که بخواد چنین حرفی بزنه؟ خب ما هم با این موضوع موافقیم، اما شاید اینجا راحت نباشه. خیلی خوب، معلوم شد. انگار من یه بار دیگه باید در مورد این موضوع به طور جدی با این اویگارخان صحبت کنم. کجا میرین بابا؟ دارم میرم لباس عوض کنم و بخوابم پسرم. خب شب همگی بخیر باشه. شبت بخیر بابا. میخواستم باهاتون یکم صحبت کنم. میخوام بهتون بگم چرا رفتم استانبول. فردا با هم حرف میزنیم پسرم. راستش الان خیلی خستم. شبت بخیر پسرم. شب بخیر بابا. شب بخیر. شبت بخیر داداش. پسرمون فردا زور بیا دوتایی با هم دیگه بریم یه جایی بشینیم و ماجرای استانبول رفتن تو برام تعریف کن. باشه پسرمو. خواهرم خونه نیست؟ مونده بیمارستان. مراقب پسرته. گفتی ایگی تو تنها نذاره، اونم پیشش موند. درسته. دخترت که برای آدم عقل نمیذاره، خودم ازش خواستم که بره. دقیقاً چی بهت گفته؟ اینو به هم بگو. چی به هم ریخته خواهر زن؟ پدر و دختر خوب هوا ورداشته ماشالله. خیر باشه ایشالله. خب گوش میدم. دخترت قوره نشده مویز شده رمزی.
والا چی بگم خواهر زن؟ اونی که موعظش کرده خود حضرت عالی هستین. زیر دست تو بزرگ شده. ببین چی میگم رمزی، هیچ وقت یادت نره اگه من نبودم این کار شدنی نبود رمزی خان. پس یا دخترتو ساکت میکنی یا کاری میکنم که آرزو به دل بمونه. والا این دختر هر کاری کنه حق داره. میگه خالم منو فریب داده، حرف بی ربطی هم نمیزنه. تو هممونو کشوندی وسط ماجرا و روی انگشت چرخوندی. آره، در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه. هر کسی هم سزای اعمال خودشو میبینه. صدای منو در نیار شوهر خواهر، صدای منو در نیار. اون موضوع ایگی تو میدونست. خب اگه حق با دخترت بود چرا بهش نگفتی؟ ها؟ چون میترسیدی. خب اگه حوا همه چیزو میفهمید و میگفت من وارد این بازی نمیشدم. تو هم دیگه نمیتونستی با هانجی اغلو فامیل بشی و یه عمر از کنارش بخوری رمزی خان. ها؟ تو نرو خواهر زن. همین که بهش نگفتم چی تو سرته و چطور داشتی توپراکو وارد بازیت میکردی خدا رو شکر کن. اگه حوا اینو بفهمه نه از این عمارت بلکه از شهر خودت میندازتت بیرون. پیاده شو با هم بریم. عجب بی صفتی هستی. چطور اینقدر زود یادت رفت؟ من نباید می اومدم این خونه چون وقت تلف کردنه. پدر و دختر یکی از یکی بدترین. فکر میکنین که همه چیز تموم شده، اما اشتباه میکنین. اگه من سلطانم میدونم چیزی که خودم قدم به قدم ساختمشو چجوری یه دفعه از بین ببرم. میدونم. تو این قضیه هیچ کاری ازت بر نمیاد خواهر زن، چون همه چیز از دستت در رفته. ببخشید خونه شریف خانومینه همینجاست؟ بله 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 همینجا در اولیه. زهرا خانم اینجا چی کار داره؟ بفرمایید خواهر. ببخشید این وقت شب مزاحمتون میشم. شریف خانم هستن؟ منو ببخشید ولی به جا نیاوردم. من مادر جونیتم. آها، شریف خونه نیست. یه وقت دیگه بیاین. شبتون بخیر. ببخشید شوهرم با شما صحبت کرده بود در مورد نامزدی. من حرفمو به شوهرتون زدم. حرف دیگه ای نمونده. مگه میشه؟ حوا دختر شماست. خب اونا جوونن و یه اشتباهی کردن. خودشون بین خودشون یه مراسم نامزدی گرفتن. پسرم به قدر کافی مشکل داره. پدرشم خیلی ناراحته. من گفتم بهتره من و شریف خانم مثل دوتا مادر این مسئله رو حل کنیم. ببین خواهر، پسر شما از تو زندانم دست از سر دختر بیچاره من بر نداشت. اون که هیچی. حالا شما و شوهرتم نمیخواین یه روز ما رو راحت بذارین؟ اگر شما مشکلی دارین برین با پسرتون حلش کنین. حالا لطفاً مزاحم نشین. خیلی خوب، اما این موضوع به دختر شما هم مربوطه. دیگه حوصله‌ام سر رفت. بفرمایید. شبتون بخیر. وای حوا خانم، فکر کردی میتونی هر کسی رو خام خودت کنی دختر؟ من میدونم چطور باید قدم به قدم همه چیزو ازت بگیرم. خوبه. تو پیاده رو منتظر وایستاده بودیم تا چراغ آبر سبز شه. من همینطوری که داشتم به ویترین مغازه لباس عروس فروشی نگاه می کردم فوراً تو دلم انتخاب کردم. توپراک اگه لباسم رو ببینی خیلی قشنگه. اولش وقتی با اون لباس خودم رو تو آینه دیدم خودم رو نشناختم. یوسفم خیلی خوشش اومد.
فوراً خریدش. بعدش هم منو برد به یه هتل که شبیه قصر بود. انقدر زیبا بود که فکر میکردی توی قصر داری راه میری. میدونی یه سالن خیلی بزرگ داشت، همه جاش مثل الماس میدرخشید، پر از چراغای رنگارنگ بود. خدمتکارای هتل خیلی بهمون احترام میذاشتن، همه جا بودن، مثل رویا بود. فکر کنم خیلی حرف زدم، نه؟ خب بهم بگو، انقدر حرف نزن دیگه. تو چی کار کردی؟ حالت چطوره؟ روزگار چطوره؟ اسید که خبر نداری؟ من خوبم، روزگارم خوبه، اما شیرم خوش شده هوا. چی؟ چرا؟ نمیدونم. خیلی ناراحتم کردی. چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ به خاطر همینم بهت نگفتم که ناراحت نشی. تازه از این به بعد تو مادر روزگار میشی، پس دیگه نیازی هم به من نداره. توبراک این چه حرفیه؟ مادر روزگار تویی. تازه خودت که میدونی من بلد نیستم از بچه نگهداری کنم. اگه تو بری میترسم نتونم تنهایی اونجا بمونم. تازه من خیلی خوب میدونم که روزگار چقدر برای تو ارزش داره. برای همین خواهرت از تو جدا نمیشه. باشه؟ آی دارم میمیرم، دارم از سردرد میمیرم. آی بذار یکم اینو محکم کنم. آی ننه جان، آی نمیدونم چی کار کنم. پسر رفته خونه گرفته، بعدش هم به بابات نشون میده. بابات هم که انگار قراره تو با اون ازدواج کنی، میگه نه نمیشه، شماها باید اینجا پیش ما باشین. اون وقت تو این وسط چی کار میکنی ها؟ همینطور دهنتو بستی و فقط نشستی تماشا میکنی. از این به بعد همه کارا رو مثل همیشه خودم باید انجام بدم تا دیگه به این روز نیفتم با این سردرد. ببین هنوزم ساکتی دخترم. به خدا قسم اگه همش بهم بگی امروز بهش میگم، فردا بهش میگم، اون وقت مجبور میشی با پسرت بیای اینجا دیدن من. اما من میشه آروم باشین لطفاً؟ نه آروم نمیشم. چطوری باید آروم باشم؟ تو بگو. همه چیزمون داره پیچیده میشه. میخوای چی کار کنی؟ تو رو خدا به من بگو. گفتم با این پسر ازدواج میکنی، گفتی بله. بعدش میای میگی من این پسره رو دوست ندارم، نمیخوامش. منم گفتم یه وقت مرتکب گناه نشم، من میخوام که دخترم خوشبخت باشه، برای همین باهات موافقت کردم. اون وقت تو چی کار کردی؟ ها؟ بگو تو رو خدا. عین یه عروسک همینطوری ساکت نشستی کنار پسره و جیکم نزدی. نه مادر جون، من دیگه خام حرفای تو نمیشم. آره دیگه به حرفت گوش نمیدم. یعنی میخوای اینطوری ادامه بدی؟ مامان من میخوام یه چیزی بهتون بگم ولی خیلی میترسم. از من؟ دخترم من مادرتم، چطوری میتونی از من بترسی؟ مامان منور چی شده عزیزم؟ چی شده دختر خوشگلم؟ از چی میترسی؟ به مادرت بگو. من از واکنش شما ترسیدم، چون که تصمیم گرفتم با اویگار ازدواج کنم. خدایا خودت منو نجات بده. آی خدایا خودت به هم صبر بده.
چه خبر عشقم؟ خوبم. با توپراک حرف زدم. همه چی رو بهش گفتم. خیلی خوشحال شد. حدس می‌زدم. تو چی کار کردی؟ منم هیچی. اومدم خونه، گفتم باهاشون حرف بزنم. اویگار اومده بود. اویگار که رفت مادرم سردرد گرفت. فردا باهاشون حرف میزنم. باشه. فرق نمیکنه. تو با خانواده حرف زدی؟ حرف زدم. خبر دارم. خب چی گفتن؟ خوشحال شدن؟ این چه سوالیه؟ خیلی خوشحال شدن. برای فردا صبح یکم شیر بجوشون. میخوام برای صبحانه فرنی درست کنم. خسته نباشین. ممنون توپراک. خوش اومدی. روزگار چطوره؟ وای توپراک، اگه ببینیش ماشاءالله مثل فرشته ها شده. تمام روز آروم بوده، الانم جمیله پیششه. خوبه پس. اوه خواهر، من نمکشو زدم. باشه برو بگی بخواب. چشات که خوابه. کمکت نکنم خواهر؟ برو، به قدر کافی کمک کردی. باشه، شبتون بخیر. شب بخیر پینر. خاله منم میرم بخوابم. بیا ببینم، بیا بشین چند دقیقه با هم حرف بزنیم. خواهرت چی میگفت؟ خب چی باید بگه؟ تعریف کرد که با یوسف خان چی کارا کرده. یعنی حلقه رو گرفته و قرار ازدواج کنن. یعنی تو هم از این موضوع خوشحال شدی؟ معلومه که خوشحال شدم. اونا هم دیگر رو دوست دارن. تازه خواهرم هم خوشحاله. خب این حقش بود. راستش یوسف خانم خیلی ناراحتی کشید. من میخوام هر دوتاشون خوشحال باشن. یوسفو نمیدونم، ایشالله که خوشبخت شه. اما امان از دست اون خواهرت. دختره مثل مار میمونه. این چه حرفیه میزنی خاله؟ خب دخترم، این حقیقته. تو اونو مثل خودت خوب میدونی، اما خبر نداری پشت اون ظاهر مهربونش چه مار خوشخط و خالیه. خاله حالا باور نکن، زندگی همه رو نابود کردی. اول خوشبختی خودتو، بعدم آینده یوسفو. کافیه خاله، نمیخوام از این چیزا بشنوم. اگه یه بار دیگه در مورد خواهرم اینجوری بگی دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم. یه دقیقه وایسا دختر. قبل از اینکه قضاوت کنی به حرفای من گوش بده. تو چون واقعا یوسفو دوست داری و میخوای خوشبخت و خوشحال بشه ازش دست کشیدی. ای کاش خواهرتم همینقدر عشقش پاک بود، اما تنها درد اون پوله. همه یه حرفاشم دروغه. یوسف اصلا براش مهم نیست. چی داری میگی تو خاله؟ تو گفتی نمیخوای پشت خواهرت بد بگی، اما من روشنت کردم. خسته نباشین. خوش اومدین. شب بخیر. ممنون توپراک. الان پیش روزگار بودم. خیلی دوست داشتنی خوابیده بود. فردا صبح میام بغلش کنم و ببوسمش. الان بیدار میشه. هر طور شما بخواین. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. اوه خیر باشه. اینجا چه خبره؟ خاگینه درست میکنین؟ برای صبحانه فرداست. عالیه. دستتون درد نکنه. با حوا صحبت کردم آقا. یه چیزایی بهم گفت. هر چی که گفته درسته. من عاشق خواهرزادتون شدم. خب خیر باشه ایشالله. شماره که خوب میشناسم. حوا هم دختر خودمونه. دلم میخواد هر دوتون خوشبخت بشین. خیلی ممنون. خب این حوای ما یکم آسی و سرکشه. یعنی بعضی وقتا صبر آدم تموم میشه. ولی خب شما آدم صبوری هستین. منم واسه همین انتخابش کردم. واسه همین اعتماد به نفسش. چی بگم والا. ایشالله به پای هم پیر شین. آمین. ممنونم. خب دیگه خسته نباشین. شب بخیر آقا. شب بخیر. شب بخیر.
دخترم. بابا چی شده؟ ناراحتی؟ نکنه دوباره با خاله حرف زدی؟ نه بابا، اون که هر روز روی اعصابمون راه میره دخترم. من اومدم راجبه یه چیز دیگه ای حرف بزنم. خیر باشه. زهرا خانم اومده بود. زهرا؟ آن خاله زهرا رو میگی؟ آره، همون مادر جنید. خب چی میخواست؟ اومده بود راجب نامزدی حرف بزنه. انگار که ما دنبالشونیم. گفت باید این نامزدی رو به هم بزنین و اون حلقه رو پس بدین. بعدش هم گذاشت و رفت. سعی کردم آرومش کنم و بذارم بره، اما هنوز نرفته بود زنش اومد. گفت میخواد با مادرت حرف بزنه. خدا را شکر خالت رفته بود، وگرنه فاتحه هممون رو یه جورایی میخوند. باید زودترین موضوع جمع و جورش کنیم بابا. انگار ما از خدامونه با اونا فامیل شیم. جنید راه چاره‌ای برامون نذاشت. آره، انگار که ما دنبالشونیم. امروز مامان و باباش، فردا هم همه ی شهر میان. اون روز دیگه کار من تمومه. تو این حلقه ها رو بگیر و ببر بده به جنید. بگو این مسئله تموم شد. بگو پدر و مادرت اومدن دم در خونمون رو جنجال بپا کردن. این موضوع دیگه اصلا شدنی نیست. هر کاری میتونی بکن بابا. درست میگی دخترم. همه اینا تقصیر منه. به خاطر آزادی خودم تو رو مجبور به این کار کردم. الان اگه تو زندانم بیفتم عیبی نداره. فقط کافیه تو خوشبخت بشی. وقتی من ازدواج کنم هرگز چنین اتفاقی نمیافته. تو خیالت راحت باشه. فقط کافیه جنید ساکت بمونه. خب دیگه دخترم، استراحت کن، خسته ای. خوب بخوابی دخترم. شما هم همینطور. من همچین فرصت خوبی رو از دست نمیدم دخترم. تو چون واقعا یوسف رو دوست داری و میخوای خوشبخت و خوشحال بشه ازش دست کشیدی. ای کاش خواهرتم همینقدر عشقش پاک بود، اما تنها درد اون پوله. همه ی حرفاشم دروغه. یوسف اصلا براش مهم نیست. تنها درد اون پوله. تنها درد اون پوله. توپراک؟ منم جمیله، نترس. با خالم کار داشتم. خواهر سلطان خوابیده. جدا؟ خیلی خوب، باشه. شب بخیر. شب تو هم بخیر. تو کیسه ها رو بردار، منم جعبه ها رو. باشه پسرم. اومدین؟ صبح بخیر. صبح بخیر. تو پشت در بودی دخترم، ما همین الان رسیدیم. نه محسن خان، من صدای ماشین رو شنیدم و اومدم. با خواهر سلطان حرف زدی؟ میتونی امشب بیای بیرون؟ نمیدونم، گفت ببینم چی میشه. اما خب اگه شد من خودم بهت زنگ میزنم. بیا تو، نمیخوام کسی ما رو اینطوری ببینه. امشب خسته نباشین سلطان خانم. ممنونم محسن.
پینار کجاست؟ بگو بیاد اینا رو جابجا کنه. داره به مراد کمک میکنه که جعبه ها رو بیاره. الان میاد. آها اومدش. پینار این خریدا رو جابجا کن. بعدشم تا حمیت خانم بیدار نشده میز صابونه رو بچین. چه خوبه، عجب رنگ و بویی داره. خب معلومه دختر، من درست کردم دیگه. بوش که آدمو میکشه. توپراک بیدار نشده؟ بیدار شده خواهر، داره لباسای روزگار رو عوض میکنه. راستش دیشب توبراک اومده بود آشپزخونه، با شما کار داشت. یعنی چی کار داشته؟ نمیدونم، سراغ شما رو گرفت. گفتم خوابیدین. پس حرفم روش اثر گذاشته. نفهمیدم خواهر. خب نفهم، یه بارم یه چیزی رو نفهم. خبرت صابونه رو ببر سر میز و اینقدر از من حرف نکش. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر توپراک. به حرف من گوش ندادی، اینم عاقبتشه. پینار میشه تا من شیر خشک آماده میکنم تا پیش روزگار بمونی؟ عمش پیششه اما تو هم باشی بهتره. باشه. خاله چرا دیشب اون حرفا رو زدی؟ چی گفتم دختر؟ میدونی از چی دارم حرف میزنم. دیشب یه لحظه هم نتونستم بخوابم. چرا اینطوری در مورد خواهرم میگی؟ مگه چی شده؟ دیشب یه جوری تهدیدم کردی که من دیگه هیچ حرفی نمیزنم. خاله با اون حرفایی که زدی به قدر کافی ذهن منو به هم ریختی. دیگه فرقی نمیکنه. منظورت چی بود که گفتی خواهرم واقعا یوسف خانو دوست نداره؟ بله خانم پرستار، اسمش ایگیته. جداً؟ کی قراره مرخص بشه؟ پس امروز مرخص میشن. نه نیازی نیست بس کنین، من خودم بهشون زنگ میزنم. باشه ممنونم، مرسی، خسته نباشین. امی جونم، عمویگی داره حالش خوب میشه، مرخص میشه. صبح بخیر مامان. صبح بخیر پسرم. نه بگه خوشگلم، اول صبحی چقدر سر حال قربونش برم. اوه داری به مامان بزرگ میخندی؟ عزیزم، جانم، جان دلم. مامان هنوز دلخورین؟ قربونت برم. مامان خواهش میکنم این کارو نکن. همه چی داره طبق میل شما انجام میشه. من دارم با اون ازدواج میکنم. شما هم دیگه از من دلخور نباش. منور، راستش تو هر کاری که دوست داری انجام بده دخترم. خوبه؟ میخوای ازدواج کن، میخوای ازدواج نکن، هر کاری که دلت میخواد بکن. آخه تو خودت همه چیزو بهتر از بقیه میدونی. مادر بزرگ قربونت بره الهی. اوه پسر قشنگم، بیا بغلم ببینم، بیا بغلم پسر قشنگم. آخ الهی من فدات شم، الهی قربونت برم. مادر بزرگ قربونت بره پسر خوشگل من، شیر پسر من. به مادر بزرگ میخندی؟ آره آفرین، همیشه بخند. بخند. غیر مستقیم بهت میگم متوجه نمیشی، مستقیم بهت میگم گوش نمیدی دختر. شاید درک کردنش برات سخت باشه، اما تنها خواسته من اینه که تو و یوسف خوشبخت بشین. وگرنه چرا باید من انقدر هرس و جوش بخورم؟ سوال منو جواب بده خاله. تو چی میدونی که من نمیدونم؟ اگرم چیزی نیست انقدر فکر و ذهن منو الکی مشغول نکن. چیزی که میدونم اینه خواهرت برای اینکه عروس هانجی اغلو بشه سعی کرده یوسفو به خودش علاقه‌مند کنه. اون پسره رو بازی داده. اونم چه بازی! حتی چند بار از من خواست که کمکش کنم. چند بار نقشه کشید تا خودشو به اتاق یوسف برسونه. چنین چیزی امکان نداره. خواهرم از این کارا بلد نیست. منم همین فکر رو میکردم که هوا دختر صادقیه، دروغ مروغم تو کارش نیست. گفتم شاید واقعا عاشق یوسفه. گفتم بذار کمکش کنم، اما فهمیدم که اینطور نیست. در واقع تنها درد اون پوله.
قدرته. خب کی بهتر از پسر هانجی اغلو چنین چیزی رو بهش میده؟ یوسف اصلا براش اهمیت نداره. 100 دفعه بهش گفتم این کار درست نیست. آدم با کسی که دوستش داره این کارو نمیکنه. اما فایده نداشت. خب منم دیگه خودم از نقشاش کشیدم بیرون. حالا تو بگو این وسط کی مقصر، من یا اون؟ باور نمی کنم خاله. در مورد خواهر من حرف میزنی؟ اون از این کارا نمیکنه، یعنی نمیتونه بکنه. اون همچین آدمی نیست. حالا که کرده. امکان نداره. مطمئنم که اشتباه فهمیدین. داری گناه خواهرمو میشوری. اون از این کارا بلد نیست. کجا؟ تازه میخواستم برات تعریف کنم. خاله چرا از این کارا میکنی؟ تو از خواهر من چی میخوای؟ فکر کردی من این چرندیاتو باور میکنم؟ من خواهرمو میشناسم. ببخشید اما حرف تو رو باور نمیکنم. فکر کرده میشناستش. مامان چرا بلند شدین؟ شما تمام شب و بیمارستان بودین. هوا که روشن میشه نمیتونم بخوابم دخترم. اصلا خوابم نمیبره. از یکم استراحت میکنم، شب برمیگردم بیمارستان. خب البته تو هم با من نمیای. میخوای تمام روز خونه رو تمیز و مرتب کنی. خب هرچی باشه پسر خاندان هانجیوغلو میخواد بیاد خواستگاری دخترمون. مگه به همین سادگیه؟ مامان تمومش کن لطفاً. راستش امشب قرار نیست بیان. آخ چرا آخه؟ نکنه تصمیمشون عوض شده؟ حمید خانم فشارش رفته بالا و مریض شده. یوسف هم دیشب نتونسته باهاشون حرف بزنه. بله بله. خب امروز یه بهونه میاره، فردا هم یه بهونه دیگه، بعدش هم باباش مریض میشه. خب همین امروز فردا کردن آخرش کلن یادت میره. یوسف همینطوری از تو خوشش اومده و عاشق شده. حالا هم به خانواده‌اش میگه میخوام باهات ازدواج بکنم. انقدر تو خونه بشین و منتظر بمون تا گیسات سفید بشه دختر جون. من یکم این اطراف گشت زدم. یه چند تا زمین مناسب واسه این فروشگاه زنجیره‌ای پیدا کردم. واسه انبارم جا پیدا کردم. امروز میخوام برم صاحباشونو ببینم. نه مهمت، من فکر محل احداثشو کردم. همون جایی که میخواستیم ساختمون سازی کنیم، به میدونم نزدیکتره. آها. اولیشو اونجا میسازیم. هم جاش خوبه هم کاملا مناسبه. بی خودی هم پول زمین نمیدیم، اونو صرف کارهای دیگه میکنیم. حق با توه پسرم، چون من فکر میکردم اونجا رو واسه کار دیگه در نظر گرفتی، روش حساب نکردم. پس برم با یه معمار صحبت کنم تا کارو شروع کنیم. آره حتما. اوه پسرم خوشخنده شده. خدا کنه همیشه همینجوری بخندی عزیزم. توپراک بلند شو، حاضر شو بریم. چرا؟ کجا میخوایم بریم؟ سوال نپرس و به حرفم گوش کن. چی شده خاله؟ بهم بگو. وقتی تو اینقدر راحت به آدم تهمت دروغگویی میزنی، طوری حرف میزنی که انگار میخوام رابطه دوتا خواهر رو به هم بزنم، حالا بهت نشون میدم کی راست میگه کی دروغ. خودت میفهمی کی حق میگه کی حیله گره. من هیچ جا نمیام خاله. روزگارم نمیتونم بیارم بیرون، هوا خیلی سرده. به دخترها گفتم ازش مراقبت کنن. زود باشه چیزی تنت کن را بیافت. بجم. عزیزم با مامان بابات صحبت کردی؟ نه حرف نزدم. از صبح که بیدار شدم مادرمو ندیدم. الان دارم با بابا و عمو اینا نهار میرم بیرون. اول به اونا میگم. خب پس به مامانت کی میگی؟ چرا اینقدر نگرانی عزیز دلم؟ نمیدونم، یکم هیجان زدم. آخه چطوری میخوای بهشون بگی؟ اونا چی میگن؟ چه میدونم. باشه نگران نباش، همه چی مرتبه.
اصلا نگران نباش. باشه؟ خداحافظ. باشه. چی شده خاله؟ چرا ما اومدیم اینجا؟ برای اینکه تو بعضی حقایق رو ببینی. کارت شناسایی لطفاً. برو از این پسره جانهی تو میگم بپرس ببین چه رابطه‌ای بین اون و خواهرت بوده. چه رابطه‌ای؟ اونا با هم کاری ندارن. حوا اینطور میگه. خیلی خوب، زود باش برو. من همینجا منتظرتم. برو دیگه. کار خوبی کردی. خیلی وقت بود که مردونه با هم جایی نرفته بودیم. درست میگی عمو جان. خب این که گفتین خیلی خوبه، اما من که هنوز نفهمیدم جلسه امروزمون در مورد چیه. ببینم نکنه شما دوتا یه جای مناسب واسه اولین فروشگاه زنجیره‌ای پیدا کردین و میخواین به ما بگین. کار ساخت فروشگاه رو حل کردیم عمو. الان واسه یه امر خیری اینجاییم. مگه نه یوسف؟ همینطوره. پدر، یادتون میاد بهتون گفتم اگه دختریو که میخوام پیدا کنم صبر نمی کنم باهاش ازدواج میکنم؟ اون دختر رو پیدا کردم، میخوام باهاش ازدواج کنم. این خبر خیلی خوبیه. خیلی خوشحال شدم پسرم، خیلی خوشحالم. عالیه. ممنون بابا. بالاخره این یوسف خان ما پرنسسشو پیدا کردم جان. خب خیر باشه پسرم. این دختر کی هست؟ مادر پدرشو میشناسیم؟ شما میشناسینشون؟ این خواهر سلطان هست. خواهرزاده اون میشه. حوا. حوا؟ مامان. بله عزیزم. یه لحظه میای؟ چیه دخترم؟ جهیزیه من همینه؟ بله. انگار خبر نداشتی. اما اینا خیلی کمن. ببخشید دخترم، اگه وضعمون بهتر بود حتما بیشتر از اینا برات میخریدم. اما معلومه خریدن جهیزیه بهتر پول بیشترم میخواد. مامان من که حرفی نزدم. اما اینجوری نمیشه، باید یکی دو تیکه بخرم. نمیخوام جلوی اونا کوچیکشم. حمیت خانمم که میشناسین حتما یه چیزی بهم میگه. نمیگه عروسم هیچی نیاورده؟ حداقل باید یکی دو تا چیز دیگه بخرم. عروس که میخواد بره جهیزیه‌ش هم جور میشه. اما این ازدواج نه قسمتی توشه نه خیری توش میبینم. مامان چرا این حرفو میزنی؟ من دارم ازدواج میکنم. من و یوسف میخوایم ازدواج کنیم. فقط وقتی اومدن در این خونه رو زدن و منو خواستگاری کردن باورت میشه؟
حالا که خودت رفتی بریدی و دوختی و راجع به خواستگاری حرف زدی، بذار بهت بگم که نه خودتو نه ما رو بیشتر از این خار و خفیف نکن دخترم. آخه کوچیک شدن چی؟ چون اگه این جهیزیه رو ببری حسابی مسخرت میکنن، بعدش هم با دل شکسته قهر میکنی برمیگردی خونه. دخترم اگه میخوای بپرسی که رفتم دیدنش، هنوز نرفتم اما امروز میرم. واسه اون زنگ نزدم بابا. پس چرا زنگ زدی؟ میخوام ببینم میتونیم یکم پول قرض بگیریم. آخه با این جهیزیه‌ای که من دارم و این چند تا تیکه چیز نمیتونم برم عمارت و عروس اوناشم. تو دیگه پول داری دخترم، وقتی عروسشون شدی هرچی بخوای میتونی بخری. خیلی ممنون بابا. این جواب من بود؟ نه دخترم، من نمیخواستم اینو بگم. خب البته خانواده‌مونم آبرویی داره. من میتونم از عمو یحیی یه مقدار پول قرض بگیرم، ولی نمیام خونه چون باید برم زندان. تو خودت رفتی بیرون، بی زحمت این پولو ازش بگیر. باشه ممنون. خداحافظ دخترم. بعد توپراک خانوم خیلی خوش اومدی. سلام داداش جنید. سلام، خوبی؟ شنیدم سیتکی خان چی کار کرده، خیلی ناراحت شدم به خدا. بلا به دور باشه. الان بهتر شدی؟ خوبی؟ ممنونم. تو حالت چطوره؟ خدا رو شکر خوبم. چیکار کنم؟ باید بگذرونم دیگه. خب خواهرت چطوره؟ از استانبول اومد؟ عموت چطوره؟ الان چند روزه میخوام بهش زنگ بزنم، یا موبایلش خاموشه یا اصلا جواب یعنی نمیده. چی؟ یعنی تو خبر داشتی خواهرم رفته استانبول؟ توپراک به خدا خیلی بامزه‌ای. مگه میشه آدم نتونه نامزدش کجا میره؟ ببینم بین تو و هوا مشکلی پیش اومده؟ با هم قهرین؟ نگفت چه تصمیمی گرفتین؟ نه، با هم دیگه قهر نیستیم. از وقتی رفته دیگه خیلی باهاش حرف نزدم. چه تصمیمی گرفتین؟ من خبر ندارم. ای بابا، حق داری که ندونی. ما با هم دیگه نامزد کردیم، بعدش هم رفت استانبول. بذار بیشتر برات بگم. من و حوا نامزد کردیم. خب البته اینطوری نمیمونه. میدونی که چی دارم میگم. تا 1-2 روز دیگه اگه خدا بخواد مامانم اینا میان خواستگاری. آخ توپراک، اگه از این زندون بیام بیرون، یه مراسم عروسی میگیرم که همه شهر در مورد عشق و ازدواج من حرف بزنن. خب پدرزنم چطوره؟ مادر شریفه حالش خوبه؟ بایدم خوب باشن. هرچی باشه به زودی مراسم عروسی شروع میشه دیگه. کار خوبی کردی. خیلی وقت بود که مردونه با هم جایی نرفته بودیم. پسرم خوشبخت بشی انشالله. پس میخوریم. به سلامتی خوشبختی تو. ممنونمو. اگه این عروسی رو راه اندازم مرد نیستم. ممنون پسرمو. بابا خیر باشه، تو فکرین. نکنه خوشحال نشدین؟ مگه چنین چیزی میشه پسرم؟ استغفرالله. خب کسی که دوست داری حتما عزیز ما هم هست. من میخوام که شما راضی باشین. اما اگه غیر از اینه به هم بگین. هرچی باشه تو یا هانجی اغلو هستی یوسف. میخوایم که عروسمون در شأن خانواده خودمون باشه. خب هرچی باشه حوا واسه خانواده ما یه عروس مناسبه. من که قبلا نظرمو در این مورد بهت گفتم، درسته؟ ممنون پسرمو. یوسف پسرم، با مادر در این مورد حرف زدی؟
نه هنوز نگفتم. شب بهش میگم. گفتم اول به شما بگم. خب پس اجازه بده من یکم آمادش کنم ها؟ برای موضوع از قبل یکم ذهنشو آماده کنیم. نه لازم نیست بابا، خودم میگم. اون که دلش میخواد من زود ازدواج کنم. شما نگران نباشین عمو. یوسف هر طوری شده زنمو رو راضی میکنه تا اونم این وصلت رو قبول کنه. اون همش این حرفا رو میزنه که ازدواج کن، اما خودت میدونی که چقدر حساسه. تازه من فکر نمی کنم این موضوع رو راحت قبول کنه. قبول میکنه، من راضیش میکنم. یه کاری میکنم قبول کنه. باشه پسر من، همیشه آرزوم همین بود، اینکه قبل از مرگم پسرم تو لباس دامادی ببینم. خیلی منو خوشحال کردی پسرم. ممنون پسرم، ممنون. این حرفو نزن بابا، شما نوه هاتونم میبینی. انشالله پسرم. پس به سلامتی. ممنونم و یحیی. حتما بابام بهتون گفته که خیلی زود این پولو بهتون برمیگردونیم. باشه دخترم، حلش میکنیم. ممنون. همه ی مردای خانواده هانچی اغلو از تصمیممون با خبر شدن حوا. بابامم خیلی خوشحال شد. سلام، خسته نباشی. خوش اومدی هوا. میشه خوشگل ترین ملافه های مغازتو بهم نشون بدی؟ خیر باشه، نکنه داری عروسی میکنی. تو نشونم بده تا من بهت بگم. صدکی او پسرم، خیلی خوشحالم کردی که اومدی اینجا. اما دفعه بعد حوارم با خودت بیار، باشه؟ خیلی دلم براش تنگ شده. خیلی خوب، مراقب خودت باش. معلوم نیست این دختره داره چی کار میکنه، اون بیرون چه خبره. تو رو خدا نگاش کن، انگار اصلا مراقب خودت نیست. توپراک برو بشین سر جات وگرنه خودت میدونی. باشه صدکی، قربونت برم پسرم، تموم کن، خودتو آزار نده. بدونی که به هم نگاه کنه رفت مادر. خیلی خوب ولش کن، بذار بره، تو تب داری، انگار بد جوری مریض شدی. بیشتر از این خودتو آزار نده. بیارش مادر، توپراکو برام بیار، باید باهاش حرف بزنم. تو رو خدا اونو واسم بیار، درمان درد من فقط توپراکه. باشه من الان میرم دنبالش. توپراک دخترم، توپراک تو رو خدا یه دقیقه صبر کن. یعنی من هیچ حقی گردن تو ندارم. میدونم که از دست من و صدکی دلخوری، حق داری، اما همینطوری نذار و برو. ببین صدکی هر کاری که کرده به خاطر جدا نشدن از تو کرده. خودت که دیدی همین الان وقتی یه لحظه تو رو دید بعد از مدت ها پسرم انگار زنده شد. تو رو خدا به خاطر منم که شده بیا یه دقیقه بشین، میخواد باهات حرف بزنه. ها بیا و به حرفاش گوش بده. چطور چنین چیزی از من میخواین مادر؟ صدکی فقط دل منو نشکسته، میخواست منو بکشه. حالا چطوری برم پیشش که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده؟ پشیمونه دخترم، به خدا قسم که پشیمونه. تازه نه یه بار بلکه 1000 بار. خب شاید میخواد همینو بهت بگه ها. تازه خودت میدونی که صدکی مرد بدی نیست، هرچی باشه چند ساله که شوهرته. نه هرگز مادر،
نمیخوام ببینمش، نمیخوام باهاش حرف بزنم. من فراموشش کردم، اونم باید فراموش کنه. به خاطر دختر مرحومتون این کارو نکن توبراک. پس توپراک کجاست مادر؟ نیومد نه؟ چه انتظاری داشتی پسرم؟ تو میخواستی اون دختر رو بکشی، حالا میخوای اون بیاد باهات حرف بزنی؟ حرف میزنه مادر. کار من هنوز باهاش تموم نشده. تازه اگه واسه دیدن من نیومده بود اینجا چی کار داشت؟ باشه یکم صبر داشته باش، زود قاطی نکن. سیدکی تو رو خدا این توپراک رو فراموش کن، به فکر خودت باش. ببین حالت اصلا خوش نیست، معلومه که ناخوشی تمام که داری. مادر من چی میگم تو چی میگی؟ میگم باید با توپراک حرف بزنم. برو بفهم که توپراک واسه چی اومده بوده اینجا. خب ملاقاتت چطور بود؟ خواهرت اونطوری که فکر میکردی نیست، درسته؟ حالا فهمیدی اون چه آدم پستیه؟ خب حالا تو هم دیگه اونو شناختی، حقیقتو فهمیدی، یعنی دیگه با هوا فرقی نداری. البته اگه ساکت بمونی. خب اگه هنوز یوسف خان برات اهمیت داره، پس برو باهاش در این مورد حرف بزن تا بیشتر از این تو دام نیفتاده اونو نجات بده. هرچی که شنیدی رو بهش بگو، این ازدواجو به هم بزن. از اینا بهتر و قشنگتر نداری؟ همه جنسای مغازمو نشونت دادم، هرچی هم تو انبار داشتم آوردم. خب دیگه چیکار کنم هوا؟ نه اینکه هیچ کدومو نپسندیده باشم، یه چند تایشونو دیدم ولی خب اونایی که پسندیدی بگو تا برات بذارم کنار. خیلی خوب، این بخچه مردونه ها رو میخوام. این چند تا جورابم برام بذار، 3 تا دستمال بذار، دیگه لباس خواب مردونم بذار. نمیشه که فقط واسه داماد خرید کنم، باید واسه خانواده‌شم یه چیزی بخرم. مادر شوهر، خواهر شوهر. میشه این حاله هارم ببینم؟ هوا همینایی که برداشتی کلی پولش میشه، ممکنه نتونی پول همش رو بدی ها. همش رو بهت میدم، تو اینو فعلا بگیر، بقیه‌شم خیلی زود بهت برمیگردونم. چطوری بهم میدی؟ نکنه نامزدت گنج قارون پیدا کرده؟ ای بابا اینقدر حرف نزن. والا فقط خانواده هانجی اغلو اینجوری خرج میکنن، اونان که انگار گنج قارون زدن. ای بابا وقتی میگم پولشو میدم یعنی میدم، بسته بندیشون کن. دختر از من قایم نکن. خب بگو داری با کی ازدواج میکنی؟ زودتر اینا رو جمع جور کن. خوش اومدی. خیلی ممنون. سلام خواهر، داری جهیزیت آماده میکنی؟ حتما عروسی نزدیکه. سیسمونی که سفارش دادیم حاضر شده؟ لطفاً برام اینا رو آماده کن، میگم بابام بیاد ازت بگیره. خداحافظ. عادل خان، تو میدونی این دختری قراره با کی ازدواج کنه؟ با جنید دیگه. حتی منم چند روز پیش تو نامزدیشون بودم. دخترم، مریضی که تو اتاق بود کجاست؟ ایگیت یشل اورت،
من اومدم اینجا که بهش کمک کنم مرخص شه، اما دیدم تو اتاقش نیست. خودشونم همین 1 ساعت پیش رفتن. رفته؟ چطوری رفته؟ مرخص شدن. ای بابا، به من گفت منتظرم میمونه. این پسر کجا گذاشته رفته؟ ممنون. آره، تلفن‌ها رو وصل نکنید. بیا اینجا ببینم. تو چطوری اومدی اینجا؟ ها؟ چی کار داری اینجا؟ کسی جلوی در نبود، کار سختی نبود. من وقتی با کسی حساب دارم خودم مردونه میرم و باهاش حل میکنم. حالا اگه تو هم مردی بگو ببینم درد تو چیه که این کارا رو میکنی؟ واسه چی اون 2 نفر رو اجیر کردی منو بزنن؟ این که همین الان نمیگیرم بکشمت، خاطر مقام و جایگاه همه. شایدم از اینکه گیر بیافتی میترسی ها؟ زن سابقه تو کشتی و یه جوری از قانون فرار کردی، اما اگه این بار منو بکشی ممکنه نتونی راحت از زیرش در بری. واسه همینه که میترسی ها؟ با من در میافتی ها؟ نکن از جونت سیر شدی. بهت قول میدم این دفعه میکشمت. اگه ازت میترسیدم نمیومدم اینجا. هر کاری لازم باشه انجام میدم تا به سزای کارایی که کردی برسی. نمیتونی به همین راحتی از زیرش در بری. در ضمن نمیذارم با منور ازدواج کنی. اومدم همینو بهت بگم. اگه نامزدی ما رو به هم بزنی این دفعه میگم آدمام واقعا بکشنت. چی کار میکنی ها؟ چی کار میخوای بکنی ها؟ نکنه میخوای منم مثل زن دست به لاب پرت کنی پایین؟ نباید بذاریم این عروسی سر بگیره. نمیشه بذاریم هوا هر کاری که دلش میخواد انجام بده. من هیچ کاری در این مورد انجام نمیدم خاله. آخ شریفه، آخ دخترات عین خودت کله شق. مامان مامان بله دخترم. بابا چی کار کردی؟ با جانیت حرف زدی؟ تازه رسیدم اینجا، منتظرم که برم تو. ببین میخوام بهت یه چیزی بگم، بهش بفهمون که این نامزدی دیگه تموم شده و دست از سر من برداره. والا به همه خبر داده، به خدا اگه یه وقت چیزی به گوشه یوسف یا خانوادش برسه کار من تموم میشه. بابا به پدرت اعتماد کن، من این موضوع رو تمومش میکنم. خیلی خوب باش، پس وقتی تمومش کردی به هم خبر بده. باشه، خیلی نگرانم. باشه، خدا نگهدار. خدایا خودت نجاتم بده، کاری کن همه چی به خیر بگذره. خدایا جانم توپراک، پاشو بیا امارت، میخوام باهات حرف بزنم. چی شده؟ صدات خیلی ناراحته. نه، گفتم یکم با هم حرف بزنیم. باشه خواهر جون، میام. من تو خونه تنهام، بابا رفته یه کاری انجام بده، بذار برگرده من میام امارت. باشه، منتظرم. باشه. خواهر
میشه یه دقیقه بیای؟ نمیام. اگه قرار باشه همه یه کارا رو من انجام بدم، شماها باید چیکار کنین؟ هر کاری از خودت برو انجام بده. خواهر، ایگیت اومده. دم در منتظرتونه. باشه. اینا رو درست کن، من الان میام. امروز همه نگران منن و میان دیدنم. بابا جون خیلی خوشحالم کردی اومدی. بفرما بشین. واسه خوشحال کردنت نیومدم. خبرای بدی دارم واسط. خیر باشه. هوا که طوریش نشده. یه چیزی شده. اونم واسه همین اومده بود ولی هیچی نگفت. پسرم صبر کن، بذار برات توضیح بدم. این نامزدی به هم خورد. اینا رو بگیر. چه خبر عشقم؟ خوبم. میخوام یه سر برم امارت. توپراک بهم زنگ زد، گفت میخواد با هم حرف بزنیم. خب اگه میخوای صبر کن، من کارهای شرکت رو انجام بدم، میام دنبالت. دلم هواتو کرده. از دیروز ندیدمت، دلم واسط لک زده. بعدش هم میریم خونه ما. هرچی شما بگی. باشه، بهت زنگ میزنم. داری شوخی میکنی؟ یعنی چی نامزدی به هم خورد؟ وقتی حلقه رو دادی بابات اومد دم در خونمون، کلی سر و صدا به پا کرد. گفت حوا رو به عنوان عروسم قبول ندارم. اون نرفته مادرت اومد و شروع کرد. وقتی که تموم خونوادت با این وصلت مخالفن، من چطور دخترمو به تو بدم؟ بابا ببین، اینا رو ور میداری میبری. به حوا بگو اگه لازم باشه به خاطر اون قید همشونو میزنم. اما خواهش میکنم بهش بگو این حلقه رو پس نده. تو رو خدا با من این کارو نکنی. پسرم عزیزم، اونا پدر و مادرتن، تو که نمیتونی اونا رو ولشون کنی. در ضمن اونا رو با حوا هم دشمن میکنی. اونا نمیذارن شما راحت زندگی کنین. من این کارو با دخترم نمی کنم. این بحثم همینجا تمومه. آخه چرا؟ آخه چرا؟ سر و صدا نکن، وقت ملاقات تموم شده. دخترم چی کار کردی بابا؟ تموم شد؟ بابا تو دست کم گرفتی، کارو تموم کردم. قربونت برم، از من دوری کن. اگه به فکر جون خودت نیستی به فکر من باش. تو به من حرفی نمیزنی، اما من حس میکنم این کارو کایماکان باهات کرده، درسته؟ چرا نگو مادر. بی خود انکار نکن، اگر نه کی ممکنه بخواد بی دلیلی همچین کاری با تو بکنه. بهت التماس میکنم به حرفم گوش کن. یعنی یه عشق ارزش مردنو داره؟ داره. این همون چیزیه که تو متوجه نیستی مادر. منور ارزش هر چیزی رو داره. تو تنها بچه منی، تو تنها چیزی هستی که تو این دنیا دارم. عزیزم، من بدون تو میمیرم. اگه اینقدر برات ارزش دارم، خب پس باید بهم کمک کنی تا هر طور شده به منور برسم. اگه میخوای برو، اگه میخوای تردم کن، اما من با دست خودم تو رو تو آتیش نمیندازم. اینطوری نگام نکن. همونطور که من بیشتر از همه دلم میخواست با منور ازدواج کنی، حالا هم نمیذارم. اگه واسه همیشه منو ترک کنی، دیگه هم هرگز نبینمت. راضیم. تو سالم باش، همین برای من کافیه.
خسته نباشی خواهر. چطوری؟ خوش اومدین یوسف خان، سالم باشین. ممنونم. از این گلا بردارین، تازه چیده شده، همشون تازن. اینا خیلی قشنگن. اینا رو بگیر خواهر. من چند تای دیگه انتخاب میکنم. بعدش یه دسته گل خوب میخوام. اوف جونیت. زود باش داداش، ما میخوایم زنگ بزنیم. باشه داداش، من یه زنگ میزنم، بعدش این تلفن بکن ورده بر تو اندرزگاه. چند دقیقه پیشم همینو گفتی. برو دیگه، داری وقت ما رو میگیری. تمومش کن دیگه، مگه 6 ماه به دنیا اومدی؟ خیلی خوب. مامان شما چی کار کردین ها؟ چی کار کردین؟ من به تو گفتم بابا رو آروم کنی تا این موضوع یه جوری حل بشه، بعد بلند شدین رفتین در خونه حوا داد و بیداد کردین، دارین منو دیوونه میکنین. این مال شماست. ممنون. من اومدم دنبال حوا، میخوام ببرمش امارت. که اینطور؟ شما مثل این که نمیخواید در مورد موضوعی که پیش اومده از ما اجازه بگیرید. یوسف خوش اومدی. ممنونم. یکم مادرتو ناراحت کردم. معلومه که ناراحت میشم. بدون اجازه ما از دخترمون خواستگاری میکنی، حلقه دستش میکنی، بعدش هم میای دم در خونه دنبالش که بریم بیرون. مامان لطفاً. خیلی خوب حوا، خیلی خوب. مادرت درست میگه. ما یکم به دور از اصول رفتار کردیم. میخوام باهاتون صحبت کنم. بله بفرما. بشین. برو از اون کیکی که امروز پختی واسه یوسف خان بیار. لعنتی. حوا. خب نشستم که گوش بدم. میخوام باهاتون صحبت کنم. من الان مثل پسرتونم. ازدواج باید قسمت آدم باشه، اینجوری به خواسته من و شما که نیست. من شما رو خیلی وقت میشناسم. خیلی خوب، واسه همینم رک بهتون میگم. اگر شما با پدر مادرتون تشریف بیارید خواستگاری، همگی میشینیم و در این مورد صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم و اون وقت من به شما پسرم میگم مثل بچه خودم. انشالله. هرچی شما بگین. نمیفهمم چرا دارین صبر میکنی یوسف خان؟
اگه این مسئله جدیه خب نباید زودتر به پدر مادرتون اطلاع بدین؟ خب حوا همون شبی که از استانبول برگشت خونه همه چیزو به من گفت. ممنون. من میدونم باهاتون چی کار کنم. سلام علیکم داداش. او سلام علیکم آقا. چی شده سرفه میکنی؟ چیزیم نیست. پسر تو تب داری؟ حالت اصلا خوب نیست، برو بهتری؟ بی خیال من. ببینم تو چت شده. دیدم پای تلفن عصبانی بودی و داد میزدی. هیچی نشده بابا، بی خیال. زود باش بگو. معلومه که هوا یه جور عصبانیت کرده. آره نه داداشم، هوا هیچ تقصیری نداره. هر چی میکشیم از دست خانواده هامونه، اما شرف ندارم جبران نکنم. گوش کن جوون، نمیتونی به دخترای رمزی اعتماد کنی. بس بهتره به خودت بیای. هیچ وقتم به خاطر اون با پدر و مادرت درگیر نشو وگرنه پشیمون میشی. این دوتا دختر هر دوشون به درد نخورن. حالیت هست داری چی میگی؟ ها؟ دفعه آخرت باشه که اسم خواهرزن من آوردی. فهمیدی چی میگم؟ اون دختر به خاطر کاری که تو کردی ممکن بود بمیره. بهتره به فکر درست کردن خودت باشی داداش. عقلت کجا رفته پسر؟ داری از زنم جلوی خودم دفاع میکنی آره؟ سیدکی چی شد؟ سیدکی داداش. سلما میفهمم نمیخوای دخالت کنی، اما باید با منور حرف بزن. نمیتونم میگید، نمیتونم. میدونی اگه یه وقت خاله حمیت بفهمه چی میشه؟ هم منو هم تو رو نابود میکنه. راستش اگه باهاش حرف نزنم زندگیش نابود میشه. اون آدم سلامت روانی نداره. باید با منور حرف بزنم. سلما حال روز منو ببین. اون آدم منو فرستاد گوشه بیمارستان. چرا؟ چون دارم در مورد گذشته‌اش تحقیق میکنم. فردا که با منور ازدواج کنه معلوم نیست میخواد باهاش چی کار کنه. زود باش بهش زنگ بزن. به خاطر خودم اینو نمیخوام، به خاطر منوره. باشه؟ مامان من دارم میرم بیرون. اون شب سلما شالش رو جا گذاشته بود اینجا. بهم زنگ زد گفت براش ببرم. نگران نباشین زود میام. باشه. شب که برگشتم شاید توپراکم با خودم بیارم تا با هم شام بخوریم. باشه؟ باشه. دیر نیایا، پدرت عصبانی میشه. چشم مامان. روزتون بخیر. به سلامت. به نظرم مادرت نگرانه. یعنی خب میترسه یوسف. چرا زودتر به هم نگفتی که مادرت نگران ما دوتاست؟ خب مادر دختر دیگه، طبیعیه. ما که مثل شما خانواده سرشناسی نیستیم. خب واسه همین نگرانه. انگار مادرت نمیدونه که من چه اخلاقی دارم. درسته، نمیدونه. اما من به تو اعتماد دارم، چون تو به هم قول دادی. گفتی هر اتفاقی هم که بیفته بازم کنارم میمونی. دیگه هیچی برام مهم نیست، هیچی.
باشه، حرفت درسته، اما من نمیخوام کار ما دوتا به این حرفا بکشه. ببین تو به من اعتماد داری. اگه خانواده‌ام اعتماد کنن بده؟ 2 روز دیگه چطوری میخوان تو رو دست من بسپارن؟ مادرت از الان دلشوره داره. اینطوری نمیشه. باید این مسئله رو حل کنیم. من امشب حرفامو به مادرم میزنم. تو هم لطفاً توی اتاق پیش توپراک بمون. بعدش صدات میکنم. دستشو ببوس و بعدش هم هر سه تا چای میخوریم. امشب؟ آره. اما نمیشه. کاش قبلش بهم گفته بودی. خب یه لباس بهتر میپوشیدم، موامو درست میکردم، چه میدونم خودم حاضر میکردم. عزیزم دفعه اولی نیست که میبینتت. میدونم، واسه همین نگرانم. میترسم یه وقت مادرت حرفی بزنه و ناراحتت کنه، بگه منو نمیخواد. والا نمیدونم چرا همچین فکری میکنی. اما دختری که من میخوامش و دوستش دارم و مادرم هم قبول میکنه. نگران هیچی نباش. باشه؟ راستش مادر تو هم منو نمیخواد. یعنی از ازدواج ما خوشحال نیست. حالا چی کار کنیم؟ مامان من مردی که من دوست دارم و باهاش خوشبخت میشم و دوست داره. ایگید منور. خوبی نه؟ خیلی به خاطر ترسیدم. خوبم. تو حالت چطوره؟ بهتری؟ بیا. نفس عمیق بکش. چند وقت تب داری؟ 1-2 روزی هست. آی پسرم، آخه چرا زودتر نیومدی؟ کسی که دوستش داشتم ولم کرد و رفت. دخترم هم همین چند ماه پیش از تب مرد. دیگه واسه چی باید به فکر خودم باشم دکتر؟ پسرم تو جوونی، باید بیشتر از اینا مراقب خودت باشی. بهت بگم مریضیت خیلی جدیه. خوش اومدین. ممنون جمیله. سلام پینار. سلام یوسف خان. همه طبقه بالان، یلماز خان و حسن خانم اومدن. تو اگه میخوای برو پیش توپراک، منم میرم پیش مادرم. باشه. دخترا کی اومده؟ به منم بگین. آقا خوش اومدین. خیلی ممنون. چطورین؟ ممنون. تو اگه میخوای برو بالا. باشه. چیه خاله جون؟ نمیخوای بهم خوش آمد بگی؟ خوش اومدی. دختر جریان چیه؟ شما از کجا دارین میاین؟ یوسف خان چی میخواد به حمیت خانم بگه؟ همتون به زودی میفهمی. اومدی خواهر؟ اومدم خواهر جون، همین الان رسیدم. باید با هم حرف بریم تو اتاق من. باشه. چیه وایسادین تماشا میکنین؟ برین سر کارتون، زود باشین.
اتفاقی که برای من افتاده مهم نیست، اما وقتی میبینم ممکنه با اون آدم ازدواج کنی دیوونه میشم. اون آدم روانی. بیا بریم پیش داداش یوسف همه چی رو بهش بگیم. منور، انگار حرفای منو نمیشنوی. میگم اون آدم دیوونه است. اشتباه میکنی گید. اویگار آدم خیلی خوبیه. من عاشق اون شدم. باهاش ازدواج میکنم. تو هم با حرفات نمیتونی نظرمو عوض کنی. چطوری پسرم؟ با پدرت صحبت کردی؟ شما با پدر صحبت کردی، ولی اون حال منو میدونه. آها، خب حالا پاشو بریم. پاشو دیگه. خواهر بیا دیگه. توبراک باورم نمیشه. یوسف الان داره با مامانش در مورد ازدواجش با من حرف میزنه. خیلی دوست دارم ببینم وقتی حمیت خانم اینو میشنوه قیافش چه شکلی میشه. چطوره برم اونجا حداقل بشنوم چی دارن میگن. چی شده؟ تو چه شده؟ تو چه جور آدمی هستی؟ چطور میتونی این کارو با یوسف خان بکنی؟ چی؟ من با یوسف خان چی کار کردم؟ چی میگی؟ به خدا دارم از کنجکاوی میمیرم. خب آخه آدم چیزای خوبو که پنهان نمیکنه. خب نمیخوای بگی چی شده؟ بگو ببینم. منم میخوام بدونم. چشم. زود باش دیگه پسرمو، خبرتو بگو. باشه میگم. یادته یه حلقه پیدا کردی؟ سر میز به هم دادیش. تکنگینه. خب اون حلقه رو دادم به صاحبش. خب این یعنی چی؟ یعنی این که دوباره بهش پیشنهاد دادم، اونم این بار قبول کرد. خوبه. خب این دختر کیه؟ دختری که دوستش داری؟ اسمش چیه؟ خانوادش کیه؟ اگه اجازه میدین بگم الان بیاد پیشتون. یعنی الان اینجاست؟ اومده واسه دستبوسی. خب پس برو بیارش. میخوام ببینمش. چشم. یعنی واقعا از دستت. من حرفاتو باور نمی کنم خواهر. چطوری میتونی همزمان هم با یوسف هم با جنید نامزد کنی؟ توبراک صبر کن، من همه چی برای توضیح میدم، داد نزن لطفا. پس همه چیز یه بازی بوده آره؟ تو داری برای فریب دادن یوسف خان این کارا رو میکنی هوا؟ منم عین احمقا باورم شد که دوستش داری. دوستش دارم توبراک. من یوسفو خیلی دوست دارم. درست اولش همه چی یه بازی بود، اما وقتی اونو شناختم، وقتی کنارش بودم و باهاش وقت گذروندم، عاشقش شدم. الان بیشتر از جونم دوستش دارم توبراک. باور کن. ساکت شو هوا. نه دوست داشتن تو باور دارم، نه این حرفایی که میزنی.
این کارو نکن توبراک، لطفا این کارو نکن. من خیلی دوستش دارم. بیشتر از این حرف نزن. من سعی کردم رابطه تو و یوسف خانو درست کنم، اما نمیدونستم چه اشتباه بزرگی کردم. نمیتونم با دونستن این چیزا ساکت باشم و حرف نزنم. این کارو نکن توبراک، این کارو نکن. بهم نگو میخوای بری و همه چیزو به یوسف بگی. نه لطفا، خواهش میکنم. ببین من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم. تو خوشبختی رو به من دادی، لطفا دوباره ازم نگیرش، لطفا تو رو خدا. من چیزی بهش نمیگم، خودت باید بهش بگی. حالا میری پیش یوسف خانو، قبل از اینکه کار به خانواده ها برسه خودت همه چیزو بهش میگی. وگرنه من این کارو میکنم.